سلام دوستان، امروز اومدیم با کانال امیر دوناتو یا ایم. امروز اومدیم با لباس جدیدی برای شاپور گافگوش خریدم که اسمش شاپور ترمیناتوره. بیاین چند تا ترکیب بچینیم با شاپور ترمیناتور. خب بریم. خب دوستان، ما میایم شاپور ترمیناتور که چی میشه باید بیاین از جرناتور در برابرش حذف کنیم که وقتی هم میکنن دوچار سرگیجه نشن. از دکتر ما میایم اول شاپور ترمیناتور میخواییم، بعدش جنگیز ارفرادی جونش کم بشه دمیج که میده بیشتره. خب بخاطر همین شاپور گافگوشو با جنگیز ارفرادی میزنم با ساسان تک خور، اینا دمیج خیلی بیشتر میدن و شاپور ترمیناتور هم یکی از قدرتاش همین. ما میتونیم الان با 5 شا بزنیم مثلا 54 74. الان دمیجی هر چقدر به چی بدن بر ما بهتره. یکم میون به این دمیج هر چقدر بیشتر بدن بر من بهتره. داخلش رو بیاری 119 4. الان اون چی میکشه منم میکشم. یاز 52 یاز میایم با اساسی تکبول میزنیم. آبوله میایم با اساسی تکبول میزنیم اقل به این دوباره جونم پر بشه. یادا دوباره با چی میزنیم جونش کم شد. کجایی شایی که ساسانتو خوشیدن اگه نکشه که میکشه حتما میگی چرا قدرتم نزدم؟ چون تیر زدم به کامبیس پسونک تا بمیره. قدرتم دیگه دمیج کمتر میده، خواستم ریسک نکردم. یه ترکیب دیگه با شاپور ترمیناتور. من اجرام رو بند میزنم، شاپور رو میگیرم. البته افرادی که اساسا کجا میذاره وسط. من جلو اون سوسن چارسی رو میگیرم. جنگیز افرادی میگه سوسن چارسی، چون الان من میخوام مثلا چی رو بزنم، پروفسور بالزامیکو بزنم. سوسن چارسی دمیج خیلی بیشتر میده. شما الان میرید سراغ اون، من میام شما رو میزنم. نکنی با 2 تا ضربه چقدر ما میایم
میزنیم. هوا تو دارم. قدرت بیشتر. از این بد قدرتون پر میشه. اونو داشته باش. به دشمنمون ندی. هوا تو دارم. شارژ دیشتر. الان میخوام یه کار خیلی چیزی کنم. براش. ما آقای الان این برمان کمتره، میام اینو میزنم. الان باید دیگه قدرتش بزنم مگر میمیرم. من هوا تو میکشمش. دارم. مدافع و مکافئت. چنگیزو میدم. ساری چرا چنگیز نمیشه. میزنم. اوف خیلی کم کرد. اوه قشنگ منتظر همین کار بودم تا بمیره. یکی از ترکیبای خوبی که دارم همینم. خب بریم یه ترکیب دیگه هم بهتون بگم. خب دوستان اگه خواستید مثلا لایک کنید و ساب کنید و تو کامنت ها بگید که بازی بعدی چی باشه. چون شاپور ترمیناتور رو برمی‌داره حتما باید باش بردارید که دمیجی خیلی بیشتری بده. Shopur Gavroche. Paris passe bon. سوسن چارچوب. Sasan Takhur. از تقیب نقی به دشمنمون ندی. کارا دیگه نداشت. داخلش حمله کنید. جا خوب زد. قدرت بیشتر. کجایی شهید که ساسانتو کشتن.
از تقی به نقی. آتیش پشتیبانی میخوام. در صورت من بردم. راهمو ادامه بدین. خب دوستان این سترگی رو ازش حتما استفاده کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.